اونچه که به نوعی در رسانه ها تکذیب شد ناظر به این بود که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده است، ماهیتاً اظهار نظری انجام نشد. خبری منتشر شد در ارتباط با اظهار نظر پزشکی قانونی در حالی که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده بود. اما تا امروز بررسی‌های قضایی و بررسی‌های پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می‌داند و این پرونده یه پرونده جنایی نیست، با توجه به این که اوضاع و احوال پرونده و بررسی‌ها حکایت از این دارد که این پرونده جنایی نیست. در سایر جهات انشاءالله در فضای آرام با مبتنی بر اظهار نظر پزشکی قانونی و ابعاد کارشناسی قاضی مربوطه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. بایستی اجازه بدیم فضای جامعه فضای آرامی باشه. الان که الحمدلله گویای این هست که جنایتی در بین نبوده است تا اظهار نظر دقیق کارشناسی توسط پزشکی قانونی و مبتنی بر اون توسط بازپرس پرونده انجام بشه.